درود و وقت خوش دوستان، با یه ویدیو دیگه از سری ویدیوهای آموزشی AI همراهتون هستیم. من علی هستم به همراه میلاد. میخوایم تو این ویدیو صحبت کنیم که این پروسه یادگیری و تعلیم مدل ها در کل چجوری اتفاق میفته و چه جزئیاتی داره. میلاد، اصطلاحات زیادی میشنویم: هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و LLM ها یا مدل های زبانی بزرگ. اینا هر کدوم چجوری به همدیگه ربط دارن و هر کدوم چی هستن؟ آره، خیلی خوبه بدونیم وقتی مثلا ما در مورد چت جی پی تی و جمینای کلاد صحبت میکنیم در مورد چی صحبت میکنیم. ما فقط مثلا هوش مصنوعی وقتی میگن فقط چت جی پی تی و کلاد و جمینای هستن، یا مثلا چیزهای یک سری تعاریف دیگه هم داشته باشن. برای همین ما این تصویر رو آماده کردیم که AI یا Artificial Intelligence یا همون هوش مصنوعی میشه گفت چتر اصلی این مفاهیمیه که ما داریم. یعنی یه جورایی چت جی پی تی و جمینای کلاد میشن زیر مجموعه هوش مصنوعی. هوش مصنوعی میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه، مثلا تشخیص تصویر داشته باشه، ولی مثلا چت جی پی تی و جمینای اونها هم دارن، ولی به خودی خود یک مدل هستن که بیشتر بر اساس کلمات هستن، بر اساس مدل‌های زبانی هستن. برای همین ما هوش مصنوعی رو داریم که خیلی میتونه تعاریف مختلفی توش جا بگیره. یعنی هر سیستمی که یک کار شبه هوشمند انجام میده رو میشه گفت که Artificial Intelligence یا هوش مصنوعیه، که اینجا مثلا مثالهایی مثل مسیریابی، ربات و غیره رو توش داریم. بعد زیر مجموعه خود همین هوش مصنوعی چیه؟ ماشین لرنینگه که خیلی میشنویم. ماشین لرنینگ همون فناوریه که به کامپیوترها میشه گفت، به ماشین یا به همون کامپیوترها اجازه داده که یاد داده که بر اساس اون داده هایی که میگیرن خودشون یک سری چیزها، یک سری الگوها رو پیدا کنن و از اون الگوها یک سری مفاهیم رو برای خودشون حالا درست کنن. برای این مثلا میشه گفت کلی ایمیل های مختلف بهشون بدیم و خودشون در نهایت تشخیص بدن که چه ایمیلی اسپمه و چه ایمیلی اسپم نیست، بر اساس میگم اون الگوهایی که خودشون درست میکنن. شاید یه جورایی بشه با برنامه‌نویسی کلاسیک یا سنتی که وجود داره بشه مقایسش کرد. توی برنامه‌نویسی کلاسیک ما خب سوال رو داریم، برنامه‌نویس با مسئله آشناست و یه سری قواعدی رو می‌نویسه که اون مشکل رو حل کنن. ولی توی یادگیری ماشین ما سوال و جواب رو به تعداد زیادی میدیم به ماشین و این قواعد و قوانین رو خود ماشین یاد میگیره خود و کسی براش ماشین قواعدی نمی‌نویسه. در قوانین از پیش تعیین شده نداریم. درسته. خب دیگه چی هستش توی این توی خودمون؟ و زیر مجموعه همین ماشین لرنینگ دیپ لرنینگ یا به اختصار DL، که یک نوعی از همون ماشین لرنینگ ولی شبکه های عصبی چند لایه میان وسط که برای داده های خیلی پیچیده استفاده میشه، مثلا تشخیص چهره و تبدیل گفتار به متن و غیره که اینجا مثال زده شده. و فکر کنم مثلا دیپ لرنینگ یکی از مثالهای بارزش همون دیپ مایند و محصولات دیپ ماینده که بر اساس دیپ لرنینگ ساخته شدن، مثل آلفاگو و بقیه آلفافول و غیره. دیپ مایند یه توضیح بدم، اون شرکت بریتانیایی هستش که بعدها توسط گوگل خریداری شد و کارهای بزرگی کرده توی زمین هوش مصنوعی. توسط حسابیس. آقای حسابس، بله، دمیس حسابس. و زیر مجموعه اینها ما LLM یا Large Language Model ها یا میشه گفت مدل های زبان های بزرگ رو داریم که بیشتر کارش با زبانه، با کلمات و جمله هاست. و این چیزیه که ما از چت جی پی تی و جمینای کلاد میشناسیم که خودش میشه یک نوع دیپ لرنینگ که روی حجم بزرگی از داده ها آموزش دیده و کارش رو گفتیم بیشتر با متن و کلماته و اونها رو میفهمه و برای ما حالا یک سری متن تولید میکنه که جواب خیلی سوالهای ما میتونه باشه. پس چت جی پی تی و جمینای کلاود تنها هوش مصنوعی نیستن، بلکه زیر مجموعه خیلی میشه گفت حالا کوچیک یا نه، ولی زیر پر مجموعه استفاده.
زیر مجموعه خیلی پر استفاده ای از هوش مصنوعی هستن که این جمله پایینم خوبه، میگه هر LLM یک مدل دیپ لرنینگه و هر دیپ لرنینگی یه بخشی از ماشین لرنینگه و ماشین لرنینگ یکی از شاخه های AI هستش. آره خب خیلی جالبه. حالا یه چیزی که یه سوالی که شاید پیش بیاد اینه که این مدل ها واقعا چجوری ایجاد میشن، چجوری تعلیم میبینن. فکر میکنم بشه روش های تعلیم دیدن یا یادگیری این مدل ها رو به چند گروه اصلی تقسیم کرد. این گروه ها چی هستن؟ آره ما سه روش اصلی داریم برای یادگیری ماشینی. یه دونش سوپروایز لرنینگه، یعنی سوپروایز چی میشه؟ کسی که روش نظارت داشته باشه، ناظر. نظارتگر، ناظر. آره. آره یعنی یادگیری به واسطه ناظر و اون ناظر معمولا انسانه. حالا در مثالهای ما و کاری که میکنه اینه که ما داده ها رو میدیم به هوش مصنوعی و جوابهای صحیح رو بهش میدیم. برای مثال اینجا مثال زده، مثلا یک سری عکس بهش میدیم، بهش میگیم این گربه است، برچسب های داده ها رو ما انسان ها میزنیم، بعد بهش میگیم این سگه ها، بعد بهش میگیم این پرنده است، یعنی جواب ها رو داره و اینجوری خودش یک الگو تشخیص میده بر اساس اون برچسب ها. بعد اگر یک تصویری بهش بدیم که برچسب نداره و هیچ اطلاعاتی ازش نداره، ولی با توجه به اون جدیده، عملا یه عکس جدید عملا یک عکس جدید گربه بهش بدیم بدون هیچ برچسبی، با توجه به اون الگویی که حالا بر اساس اون داده ها و برچسب های ما انسان ها یاد گرفته تشخیص میده که آره این گربه است یا مثلا این سگه یا پرنده است. این سوپروایزد لرنینگه. فکر میکنم یه سری مثلا توی پزشکی عکس های خاص مریضی ها که یه سری عکس میدن این مریضی هست این مریضی نیست، شاید مثلا با این روش تعلیم داده باشن مدل ها که آره اسمش سوپروایزد لرنینگ. راجع به آن سوپروایزد لرنینگ یا بدون نظارت مستقیم انسان اون چیه؟ آره دیگه اینجا هیچ ناظری وجود نداره. ناظر کیه؟ ناظر خود مدل است. مدل جواب درست رو نمیدونه، فقط داده ها رو بهش میدن، کلی خیلی داده بهش میدن و بر اساس شباهت و ارتباط بین این داده ها یاد میگیره که الگو بسازه و جواب رو خودش انجام میده دیگه. یعنی انسان نمیاد بهش بگه این گربه است این سگه یا هر چیزی، بلکه خودش میاد هزاران هزار تصویر یا متن رو با هم مقایسه میکنه، یاد میگیره و میگه اوکی این گروه فرق داره با این گروه دیگه. مثلا اینجا حالا میوه داریم و ماشین یا اتومبیل. میوه ها رو میفهمه که مثلا این رنگ ها رو دارن، این شکل ها رو دارن، اینا رو میگه این 4 تا چرخ داره، نمیدونم چی داره. اینجوری خودش دیگه میفهمه که اوکی این به اون گروه تعلق داره، این به اون گروه دیگه تعلق داره و دیگه انسان توی اینجا فقط داده ها رو تولید میکنه و میده به مدل. داده های بسیار زیادی تحویل مدل میشه، خودش دیگه خودش میره پی کارش. بعد یکی دیگه هم هستش عنوانش هست reinforced learning یا یادگیری تقویتی. اون چیه؟ داستان اون از چه قراره؟ reinforcement learning بر اساس پاداش و مجازات یه جورایی. یعنی به مدل میگیم که تو یه هدف داری، باید این کار رو انجام بدی، مثلا به این نقطه برسی. بعد اگر مدل اون رو هر سری امتحان میکنه، اگر مثلا نزدیکتر باشه به هدف ولی بهش نرسه، باز امتیاز منفی میگیره، یعنی مجازات میشه ولی حالا امتیاز کم منفی میگیره. اگر خیلی مثلا بیراهه بره مدل، بره یه سمت دیگه، خیلی امتیاز منفی میگیره. اینجوریه که یاد میگیره اوکی اینجا امتیاز منفی کمتری گرفتم، پس این درست‌تره، اینجا امتحان کنم. بعد اگر راه درست رو بگیره بهش پاداش میده، یعنی امتیاز مثبت میگیره مدل و میفهمه که اوکی این راه درسته و اون راه رو هی ادامه میده تا هی امتیاز مثبت بگیره که به نتیجه یا اون هدفی که ما میخوایم میرسه و به کل امتیازی که قراره بهش برسه میرسه و اینجوری میشه بر اساس پاداش و مجازات یا آزمون و خطا یاد میگیره. یه مثالی که میزنن شاید یه تصویر ذهنی خیلی
ملموس‌تری رو بتونه جا بندازه، همون تربیت حیوانات خانگی مثل سگ یا گربه است که خب ما نمیتونیم صحبت کنیم با اونا و چیزی رو منتقل کنیم، فقط اگر کار درستی کنن تشویقشون میکنیم، اگه کار درستی نکنن و دلتون بیاد تنبیهشون میکنیم. این حیوان مثلا در طول اتفاقات زیاد بعد از این تشویق و تنبیه ها یاد میگیره که کدوما درسته کدوما غلطه. آره اگه یه دنده نباشه اون درسته رو انجام. یه مثال معروفش هم شلدون کوپر توی بیگ بنگ تئوری بود. هر موقع مثلا توی یه قسمت بود پنی یه کار خوب انجام میداد بهش شکلات میداد و پنی هم آره خوشش میومد. آره اونم دقیقا همینه دیگه، همون reinforcement learning. یا حالا نمیدونم کاندیشنال هم بهش میگن توی روانشناسی اینو، برای اینکه مثلا شرطیش کنیم اون حیوان رو. یکی از نمونه هایی که داشتیم توی فکر کنم سال 2013 یا اون سالا بود، یه محصولی بود به اسم آلفا گو مال شرکت دیپ مایند که فکر میکنم از همین طریق آموزش داده شده بود و درست شده بود. همون محصولی بود که تونست برای اولین بار بازی گو که یه بازی اصطلاحاً شطرنج چینی هم شنیدم بهش میگن، تونست استاد بزرگ بازی گو در دنیا رو که آقای کره‌ای بود شکست بده و اتفاق خیلی بزرگی بود توی زمینه هوش مصنوعی. آره قبلا در مورد این موضوع هم توی قسمت همین تاریخچه هوش مصنوعی و قسمت اول بود صحبت کردیم کامل. آره دوستان میتونن به اونها هم یه برگردن، شاید چیزای جالبی توش باشه. خب همین ستا بود یا چیز دیگه ای هم داریم که بخوایم اضافه کنیم به اینجا؟ نه ما الان یه دونه روش دیگه داریم که یه جورایی ترکیبیه، بهش میگن self supervised learning. یعنی چی؟ یعنی مدل میاد خودش ناظر خودش میشه، بر اساس همون داده ها خودش میاد جمله رو انتخاب میکنه، جواب رو انتخاب میکنه، یک برچسبی بهش میزنه و خودش نظارت میکنه که اوکی این جواب درسته یا نه. ولی قبلا که سوپروایزد لرنینگ بود یه جوری سلف سوپروایزد مثل سوپروایزد لرنینگ بود، ولی انسان میومد برچسبا رو میزد. ولی سلف سوپروایزد دیگه خودش میاد هم داده رو میگیره، هم خودش میاد برچسب رو میزنه، هم جواب رو به دست میاره. از اونجایی که ما انسان حوصله انجام هیچ کاری رو نداریم بهتره که خود ماشین همه کار رو انجام بده. اما دقیقا اینجاست که انسان راضی نمیشه بکم. درسته. اینجاست که سلف سوپروایز وقتی ما میلیاردها متن رو میدیم به هوش مصنوعی به مدل و مدل یاد میگیره و خودش حالا انتخاب میکنه چه جوابی درسته، برچسب میزنه و از اینجور حرفا، ما مدل پایه یا بیس مدلمون رو به دست میاریم. یعنی چیزی که میتونه مثلا جوابهای درستی تا حد زیادی بهمون بده، ولی از اینجایی که انسان خیلی دوست داره که جوابهایی که میگیره تکیه کنه بهش و جوابهای خیلی بی منطق و خیلی شانسی و ریسکی نباشه، ما یه دونه RLHF داریم یا Reinforcement Learning from Human Feedback، یعنی بازخورد انسانی، همون سیستم پاداش و مجازات ولی بازخورد انسانیشه. یعنی انسان میاد بهش میگه که اوکی این جواب رو بهم دادی، مثلا پایتخت آلمان برلینه، 5 تا امتیاز بهت میدم، ولی اگه جواب غلط بهم بدی 2 تا حالا امتیاز بهت میدم، که یعنی مثلا خیلی کمتر از چیزی که انتظار بوده خودتون نشون دادی. و مدل میاد اینجوری یاد میگیره، میگه اوکی پس سری بعد که جواب رو دادم اون رو بگم که امتیازش بیشتره. حالا لزوما هم نمیخواد مثلا چیز غلط یا درست باشه، بعضی وقتا 2 تا چیز درست هست که 2 نوع مختلف پرزنت شده یا ارائه شده، یکیش رو شاید همه انسان ها ترجیح بدن به اون یکی، حالا کلماتش، سلیقه‌ای که استفاده شده. وقتی این رو هم حالا شاید دوستان توی استفاده از هوش مصنوعی دیده باشن که بعضی وقتا مدل 2 تا جواب جلوشون میذاره و میگه کدوم رو ترجیح میدید و یکیش رو باید انتخاب کنید. این عملا داره همین اتفاق میفته توش. RLHF یا Reinforcement Learning with
human feedback from human feedback این دقیقا داره این اتفاق میفته و دارن از شما برای بهتر کردن مدلاشون استفاده میکنن. حالا در ادامه همون صحبتی کردم حوصله انجام کاریو نداریم، فکر میکنم یه چیز جدیدی هم اخیراً اومده، این RLHF رو تبدیل کردن به RLAIF، یعنی Reinforcement Learning from AI Artificial Intelligence Feedback. آره دیگه اون فیدبک هم خود AI، حالا یه مدل AI درست میکنن که عملا فقط این فیدبک ها رو بده، توی این فیدبک دادن خیلی قوی و خوب عمل میکنه و چند جواب میذارن جلوش و میگن انتخاب کن. آره یعنی دیگه بازخورد انسانی هم داره میشه بازخورد هوش مصنوعی، یعنی خودش میاد جواب رو پیدا میکنه، برچسب میزنه، مدل پایی که به وجود اومد دوباره میدن یه هوش مصنوعی دیگه که اون بیاد این رو چیز کنه، بهش بازخورد بده که خوبه جواب یا نه. ولی به هر حال فکر کنم همون هوش مصنوعی که این مدل پایه رو بازخورد میده خودش توسط انسان یه جورایی بازخورد داده شده بهش که عملا روی شونه کارهای قبلی دارن کارهای جدید سوار میکنن، چون از صفر امکانش نبود که مثلا RLAIF ایجاد بشه. آره خوبه که انسان هنوز یه نقشی داره تا چند سال دیگه. فعلا هستیم تو فعلا خوبه. آره موضوع دیگه که میخوایم بهش بپردازیم چیه؟ موضوع بعدی همین هست. خب خیلی خوب. پس چیزی که فهمیدیم طبق اون سه روشی که صحبت کردیم، مدل ها بیس پایه مدل ها تعلیم داده میشن و بعدش حالا یه سری مراحل دیگه داره که بهبودش بدن برای اینکه حالا یا دقیق‌تر بشه یا انسان پسندتر بشه که از این مراحلی که الان براتون توضیح دادیم صحبت کردیم باهاش در موردش استفاده میشه. ویدیو همینجا به پایان میرسه. ما رو تو ویدیوهای آینده برای مفاهیم و موضوعات دیگه هم دنبال کنید. با ادامه ویدیوهای این سری آموزشی با ما همراه باشید. من علی هستم، به همراه میلاد. ازتون خداحافظی.